من دیسپنسر نوچات با موندم منه. این زن 62 ساله از ناحیه سپیتامین که در گذشته مأموران میلیسا را به لطوکوبش عیبدار میکرد 7 ماه را در بازداشتگاه‌های روسیه و تاجیکستان گذرانده است. الابد آغلیقова را برای زورآوری و تحقیر نماینده حکومت در ناحیه سپیتامین گناهکار دانستند. حالا او در آزادی است و با حکم راضی نیست. من پروکراتور با آوردن. پروکرور گفتن که تو روز بوده که تو میدم. من گفتم نه، من پاسپورتم بینید. گفتم من اومدم پرسیدم، گفتم بعد ویو گاب نزدم. سونه سود ببردم، من سود جوزدم. اما شاهد کردن سونه سنجر اشرالیف سنجر گفت که این زنک من زد. گفت سونه سود پرسیدن، اما پرسیدم. من گفتم نه من زدگم نه. گفتم من 62 بار در آمدم. خلخان زند من اگر همین بچه زدگی باشم من داخل بنو خون باقل مانده است. من چه خیلی من اینه میزنم پرابلم خودم که گشتگی بدم. گفتم سنجر اشرالیف که الابد آغلیقова در سخنانش از اون نام گرفت پاسبان سابق حکومت در ناحیه سپیتامین است و پرونده نیز به حادثه در تابستان سال 2022 ربط دارد. شعبه عمومی و در آمدم. من گفتم رئیس ناخبه می درام. مگر گفت که شما آخرام با گوید زنگ زند قبول کند اگر شمایه مایلش در آید. گفت رفته همون اشرالیف سنجر همون با گفتم تلفن کده پرس من قبول میکند من نمیگم مگر وای من حقارت کرد. اما اشرالیف سنجر کنه من گفتم چه به حقارت میکنی؟ گفتم من میزدگی شد. من گفتم من میزنی. من گفتم بیا زن. گفتم سونه همه وقت با شاهنازه و نرگیزه اومد و یا خلاص کرد منه. شاهنازه گفت که شینید گفت مزتو میگریزه دولنتو میبراد گفت. بعد یگان اونجا به یگان انسان نبود. جهانگور گفته که بچه هم نبود. سونه من اومدم شدگه کار همه لوک من سنجر به دست رساندگم نه. برخلاف این در پرونده آمده است که الابد آغلیقova سال 2022 نسبت به نماینده حکومت زوری و او را در نزد دیگران تحقیر کرد. آغلیقova میگوید او بعد این حادثه به روسیه رفت و با کار خود مشغول بود. ولی مقامات در سپیتامین علیه او پرونده گشوده تحت جستجو قرار دادند. با همین دلیل در روسیه دستگیر و 6 ماه را در بازداشتگاه گذرانده و سپس به تاجیکستان فرستاده شده است. نظر سنجر اشرالیف به حادثه و حکم دادگاه و عمل الابد آغلیقova معلوم نیست. در حکومت ناحیه سپیتامین به رادیو آزادی گفتند که او دیگر کار نمی کند. اما تاکید کردند که شهروندان را هفته 2 بار بی ممانعت میپذیرند. شهروندی که به واسطه برای گرفتن یاری مادی یا اینکه برای مساعدت جهت دیگر مسئله ها به ما مراجعت میکنند، ما همه طرفه مراجعتشون رو بررسی میکنیم و وابسته به مراجعت آنها علاوه ورقه های مراجعت قید کرده می شود و هر یک ورقه مراجعتی که به واسطه با قبول رئیس ناحیه در آمده است از جانب شخصان مسئول به پورگی بررسی گردیده با آنها برای حل و فصل مسئله هاشون کمک همه جانبه رسانده می شود. الابد آغلیقova سال 2022 به رادیو آزادی نسبت به بدرفتاری کارمندان پلیس مراجعت کرده بود. حالا عزم دارد که بعد از پاک شدن نامش از رویخط شخصان تحت جستجو برای دریافت روزی باز به روسیه برگردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.